به نظرت چرا مردم تو این روز به هم دیگه آب میپاشیدن؟ به باور ایرانیان باستان باران زیر نظر ایزدی به نام تیشتر بوده، همون ستاره‌ای که امروزه به اسم سیریوس میشناسیمش. تیشتر با ابروش دیر خشکسالی وارد نبرد کیهان میشه، ولی تیشتر تو این نبرد شکست میخوره و خشکسالی زمین رو فرا میگیره. تیشتر میره پیش اهورامزدا و از اون کمک میخواد. اهورامزدا بهش میگه درسته تو یه الهه هستی، اما نیروی تو از شادی و نیایش مردم سرچشمه میگیره. پس مردم شروع میکنن به دعا و نیایش تا تیشتر در برابر دیو خشکسالی پیروز میشه و بعد از سالها خشکسالی بارون به زمین برمیگرده. به همین خاطر مردم این روز رو که برابر با 13 تیر هستش به شادی و آببازی میپردازن و این روز رو جشن میگیرن. ولی تو این روز فقط آببازی نمی‌کردن، مراسم‌های دیگه‌ای هم بوده که تو ویدیوهای بعدی پیج بینوگرد براتون توضیح میدم.